عذاب نداره، این مستحق عذاب نیست، اینا باید جنت برین. گفت ای خودت بپرس چه گناه کردی؟ پرسیدن شیخ که گفت چه گناه کردی؟ برای چی میبرن؟ گفت من یک مسجد گفت امام بودم با پیش خانه هم گذرده، خانه خالم بودم. من هم مسجد میرفتم، در هفته یک بار روز جمعه میرفتم، نماز هم میدادم. همون خالم و بچه‌هاش میدیدن میفتن که انا تقوم اومد گذشته ندر اومد تقوم میاد. من همون خاله ما خانه و درش میرفته توزه میکرده، او خود میکرده میوگی میخریده میموده میفته یک شیخ میدره یا گفته خاله گفته همون خالم راه نگاه میکرده. من همون را ندر اومدم، مرا گفت که تو بنده مرا، خدا گفت تو بنده مرا فقط همونجا دا چی میکردی؟ با امید میکردی. او سیله رحم بود، او خیشت بود، نمی هوزی سیله رحمیست اول قیم بود. میرفتیم از خوز که خوالیم کلو برزو کیم بجود موشی زپرفکا میکردیم میرفتیم. هوزی سیله رحمی الحمدلله. حالا تقا خوبی تنجی چی خدمت کنم تقا جان؟ تقا اینا پول گذاروندم کارتا دا تقا جان، اما اینا پول رو میکنم بگیر برای یک خلطی زمستانه بخور، برای یک کالوش معصی بخور. اما جان این نمیشه، نه دیگه نمیخواد تو تاکسی بگیری زنگ میزد که آمد کسل گیجوده سری خسور تو میرای 340 کیلومتر با چی میرای؟ با ماشین میره، اوسو دیگه ماشین نمیره، اوسو دیگه پیاده میبروی بعد عمل خبر میگیری بعد میومدی. وزی خیلی نیست یک زنگ چیه؟ یک زنگ زدن. اکا جان سوزی تینجی ینگم سوزه این دکی جویی اکا چی خدمت کنی؟ اکا تو را نمیگه شتر بیار یا نه همون تو را نگاه میکنه که تو شرایط داری نداری. هم میگه خیلی اکا میگه لیمون روی میکنم، من گریب دازوره چیز نو روی میکنم، یک میوگی روی میکنم. مگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی دل بنده را خرسند میکده خداوند تبارک و تعالی او را میگه که چیزی دعای بتنش خشتباری کنین، اکا و دوداری کنین، رفت آمد کنین. میگه یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل آمد، اذا جاء جبرائیل قال یا رسول الله، میگه اومد جبرائیل گفت یا رسول الله احببت من شئت فانک میت. گفت کسی را دوست می‌داری رسول الله وقت داری دوستش بدار، قدرش بدون که یه روز میمری میره او را دیگه نمیبینی. گفت یا رسول الله احببت من شئت فانک تفرقوا، ای رسول خدا هر کسی را دوست می‌داری احترامش بدون که یه روز ترای جدا میکنم یا ترای جدا میکنم. این غنیمت است، این غنیمت است. او سرسفید غنیمت است، همه کلانو غنیمت است. یه روز گردی دوشنبه 82 را میکوی که نمیویش دیگه. این سودش میره که نمیویش، جای کارش میره نمیویش. روزی درست شیشتگه یک بار نمی خطیش بشینی یک پیاله چای بخوری، یک روز میره و بعد میگه ای کاش چند بار میگه ای بچه آدم پیر شوه خیش دوستار میشه، آدم پیر شوه دیگه میخواد که خطی بشینه دنیا را ببینه، دنیا دیگه هیچی نیست. پستی بلندی را دید، همه چی را دید، میگه که یک جیانم باشه که بیام بشینم. اما که روش دیدی روی پدر تا دیدی، تقا تا که روش دیدی روی مادر تا دیدی، خاله تا دیدی روی اما تا دیدی روی پدر تا دیدی. یه را احترام شد بدونی هر کسی که خیش تباری میکنه، هر کسی میگن فضیلت صله رحمی را بگون برادرو، یکم رزق روزیتون برکتتون زیاد میشه، دوم عمرتون دراز میشه. کسی اکاو دوداری کنه، کسی خیش تباری کنه، همین فضیلتو هست، عمرش دراز و با برکت میشه. نه که کسی که پسر نکرد اونش در روغن چشمش روغن گیری پولدار شد دیگه با قول معروف دیگه پریزنورد نکرد، اون میگه دویدن گوساله تا قدم. یا نه یک روز بعد میبینی که پشت چرخوی ماشین جای بالا میاد، بعد میگه ای بعد خیلی میگه امک جان یا دو که امیدوف بخیزم انشالله ایدوف کو اگه یه شانس دیگه خدا بوده ایدوف میخیزم اگه حج روی میکنم، میخیزم یک کارم میکنم که دیگه اگه ملائکه بالا سر زمین تمام اگه وقت بود چید باید پیشکی را فکر میکردم.